ساعت با وقت پراگر رسیده است و فرصت فرو رسید بینندگان عزیز که من برای شما سرخط خبرهای روز را از آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب بگم و فراموش نکنید که دوستان عزیز هم به شما رو بعد از رسوسی ساعت دیگر یعنی ساعت 1 با وقت پراگر در تقدیم خبرهای روز از رادیو آزادی منتظر میشم و در همین جا یعنی در آزادی ویدیو در پخش مستقیم 15 دقیقه شما میتونید برنامه خبری را تماشا کنید که فراگیری موضوعهای مهم تاجیکستان و جهان است. اما تا آن دم شورای علمای تاجیکستان سنه احتمالی آغاز ماه شریف رمضان را اعلام کرد، اما با گفته مسئولین روز 1 می در جلسه این نهاد روز اول ماه رمضان رسما اعلان می شود. قرار است در جلسه شورای علما اینچنین حجم زکات و صدقه فطر برای امسال نیز دقیق شود. طوریش ما هم میدانید رمضان 1 ماه ادامه می کند و در این ماه از صبح تا شام مردم از خوردن خوراک و الفاظ قبیح و عملهای بد خودداری می‌ورزند. این ماه با عید رمضان خاتمه می‌یابد. خب روز احتمالی آغاز ماه رمضان کی است در برنامه خبری بعد از کمتر از 3 ساعت برایتان خواهیم گفت. خبرگزاری آزیا پلوس با تکیه به منبع خود از بازداشت سخنگوی قشون‌های مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان خبر می‌دهد. این خبرگزاری می‌نویسد که محمد اولو خوجایف با افشای سری دولتی متهم است و تقریباً 2 هفته پیش از سوی کارمندان امنیت ملی دستگیر شده است. تفصیلات دیگری این قضیه هنوز معلوم نیست و رقم تلفنی محمد اولو خوجایف تقریباً 2 هفته می شود که خاموش است. و بینندگان عزیز اگر تو شروع برنامه خبری در این رابطه تفصیلات به دست آمد ما حتما برای شما میگوییم. بعد از اون که قرار بالا بردن سیم کارت ها بیکار شد، مشکل با پاسپورت نو گرفتن سیم کارت ها باقی مانده است. حالا تا ماه اوگوست باید همه سیم کارت های خود را با کارت پلاستیکی از نو به قید بگیرند. کارت نو پلاستیکی در تاجیکستان از سال 2014 به جای شناسنامه داخلی داده می شود. ارزش آن بیش از 90 سومانی یا خود معادل $10 آمریکایی مقرر شده است. 1 سال پیش طوریش شما اگر در یاد داشته باشید مقامات تاجیکستان پیشنهاد کرده بودند که به سبب‌های امنیتی نرخ یک سیم کارت 250 سومانی تعیین کرده شود. پیشنهاد موجب واکنش‌ها را به بار آورد و پیش از اجرا بازداشته شد. این تصمیم روز 9 فوریه امسال با ثبت دوباره سیم کارت تنها با شناسنامه پلاستیکی عوض گردید. برخی از کارشناسان میگن در هر دو صورت تیر به جیب ساکنان زده شده است که برای خریدن سیم کارت 250 سومانی و یا گرفتن شناسنامه پلاستیکی مجبورند پول خرج کنند. حالا سوال مطرح این است که آیا مقامات میتواند تا ماه اوگوست به همه شناسنامه نو بدهد و دیگر اینکه چرا شناسنامه کاغذی در یک جا به کار میرود در جای دیگر نه. همکاران ما تلاش میکنند در یک گزارش به این پرسش ها در برنامه خبری پاسخ پیدا نمایند. فرستاده خاص امریکا در امور افغانستان زلمه خلیلزاد میگوید طالبان باید اقدامهای خود را تغییر داده به آتش بس رضایت بدهند. به قول خلیلزاد این است روی بنیاد نظم و ثبات در کشوری که 17 سال آنجا جنگ شهروندی ادامه دارد. دیروز خلیلزاد در کابل گفت اگر طالبان به نظام پیشترشان برگردند به عقیده من این راهی جنگ است نه راهی صلح. به ابوبکر بغدادی سوگند صداقت داده از دادگاه شهر دوشنبه یک ساکن نوع فرخو را به 20 سال زندان محکوم نمود. مقامات میگویند حکم بر اساس دلیل‌های معتمد که گناهکار بودن جوان را تصدیق می‌کند صادر شده است، ولی پیوندان آرزو سیدعلیف محکوم شده میگویند او اتهام مقامات را که گویا به بنای وزارت حمله کردنی بود به اساس نامیده است، ولی مقامات تاجیکستان گفتند از بس که حرکت‌های آرزو سیدعلیف را زیر نظارت داشتند او را روز 20 دکبر سال 2018 هنگام اجرای تعیین کرده ابو اسامه نورکی گرفتن تلفن موبیلی و $200 در سال دریای دوشنبه دستگیر کردند. خب چرا این موضوع و همین گونه صحبت مادر جوان محکوم شده رو میتوانید در برنامه خبری تماشا کنید. از برگشتن به وطن میترسند. اکثر دانشجویان ترکمن که در مکاتب عالی تاجیکستان تحصیل دارند امسال به هنگام تعطیل در دوشنبه ماندند، زیرا میگویند از آن بیم دارند که اگر به وطن برگردند به آنها اجازه دیگر برای بیرون آمدن از ترکمنستان را نخواهند داد. حال حاضر صدها جوان ترکمن در دانشگاه‌های تاجیکستان تحصیل میکنند، اما طبق قرار اخیر مقامات این کشور منبع تنها به دانشگاه‌های میشود از ترکمنستان مبلغ فرستاد که از سوی وزارت معارف آن کشور تصدیق شدند. در این فهرست
دانشگاه‌های تاجیکستان جای ندارند. چرا؟ بعد 3 ساعت دیگر در برنامه خبری به تحلیل همین موضوع می‌پردازیم و چند خبر دیگر نیز هست که بینندگان عزیز اگر بعد از 3 ساعت دیگر در ساعت 1 به وقت پراگ، ساعت 4 به وقت دوشنبه و ساعت 2 به وقت مسکو در آزادی ویدیو با ما بپیوندید، حتما در جریان خواهید بود. همراه شما رو ما منتظریم و تشکر میگیم برای همراهی و برای آنکه تا این دم برای ما خبر و ویدیو و عکس میفرستید. با امید همکاری بیشتر من شما رو منتظر میشم در پخش مستقیم.